سلام دوستان، این از بازی جدید. اسم این بازی است نیت فور اسپید. بازی خیلی خفن و با گرافیکیه دیگه. هر چند تا مرحله جی تی آی یه قسمت از یه پارت از این بازی هم میذارم. این بازی بسیار هیجان انگیز و بسیار ماشینی پلیسی و دارای مراحل زیادی است. الان پلیس دنبال منه. برای شما از این پارت یه ویدیو چند دقیقه میگیرم و براتون آپلود میکنم. از دست پلیس فرار کنم. بسیار بازی بالیه. در این بازی میشه ماشینا رو هم جابجایی کرد. مثلا میتونیم به جای ماشین لامبورگینی، بنزی، تویوتایی سوار شیم. الان پلیس ما رو ول کردن. پلیسا ما رو فعلا ول کردن. در پارت های بعدی مراحل میریم، مسابقه هم میریم. در این پارت فقط کمی از دست پلیس فرار میکنیم. الان برای مثال اینکه میخوام ماشین عوض کنم، ولی اگه بخوام میتونم جایی ماشین سوار رو ماشین بشم. ولی عشق هست همین. نیسان هم هست، نیسان جی تی آی هست، ولی اینا سوار میشیم. در انشالله در ویدیوهای بعد و پارت های دیگه ماشین های مختلف سوار میشیم. من برای مثال سوار این ماشین میشیم، ماشین عوض میکنیم. روندن این ماشین هم خیلی سخته. کلا این بازی در کامپیوتره. اسم بازی هست نیت فور اسپید. در اینجا هم ماشین اگه بخوای تعمیر کنی و رنگ ماشین عوض کنی و یه دو از اینجا رد بشی. بله، آبی، بنفشه، ولی بنفش خوشم نمیاد. یه دو رد میشیم. زرد قشنگه. می و دست پلیس فرار کنیم. پلیس ها رو اذیت کنیم میذاره. دنبالمونن. من فعلا گممون کردن. سرعت ماشین هم خیلی بالاست. اینجا تصادف میکنیم. امیدوارم از این بازی خوشتون بیاد. پارت بعدی هم در روزهای آینده میذارم براتون. حمایت یادتون نره. لایک، ساب، کامنت
فراموش نکنید، به امانتتون نیاز دارم. در روزی دیگر رو ویدیو جذاب و خفن میبینمتون. اینم بهش کسایی که لایک میکنن.